حالت مرگبار آریانا سعید در کشور استرالیا. دلیل سفر آریانا سعید به استرالیا چی بوده است؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی جنجالی آریانا سعید با آسیب ساعد و سفر عجیب و باور نکردنی آریانا سعید به کشور استرالیا. وضعیت صحی آریانا سعید چگونه است و در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار و سریع در هنر موسیقی افغانستان بوده است. شهرت و محبوبیت خوبی دارد. در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران آریانا سعید بیشمار بوده است. هنرمند بین المللی افغانی است. یگانه هنرمند افغان بوده است که در پارلمان اروپا آهنگ سرود. آریانا سعید کارهای هنریش از مرزهای افغانستان عبور کرده است. علاقمندان و دوستداران آریانا سعید در سرتاسر جهان بیشمار بوده است. آریانا سعید روز قبل به کشور استرالیا سفر کرد و دلیل سفر آریانا سعید اشتراک در بزرگترین جشنواره فیلم هندوستان بوده است. اما تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در این کشور حادثه ترافیکی کرده است و در حالت بدی در شفاخانه در شهر زیبای ملبورن استرالیا بستری است. اما آریانا سعید و آسیب ساعد جزئیات بیشتری در این باره ابراز نکرده. شاید این خبرهای صفحات مجازی باشد. آریانا سعید هنرمند خوب کشور است که همیشه باعث افتخار مردم افغانستان شده است و در تمامی جهان خواسته نام افغانستان را بلند بسازد. ما آرزو داریم این خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. آرزوی صحت و سلامتی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله تمنا داریم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.